داستان امروز با یه دختر خیلی جذاب به اسم سوفیا که توی سان فرانسیسکو زندگی میکنه شروع میشه. سوفیا 30 سالشه و رویای اینو داره که یه طراح لوگو باشه. اما رئیسش سوفیا رو به خاطر نداشتن مدرک تحصیلی مناسب به عنوان دستیارش استخدام کرده که کارش فقط برنامه‌ریزی و تلفن جواب دادنه. یه روز که سوفیا از رئیسش میخواد بهش یه فرصت بده تا خودش رو ثابت کنه، رئیسش در جواب اونو اخراج میکنه. سوفیا با حال بد به خونه برمیگرده اما نمیدونه که هنوز قسمت بد روزش مونده. وقتی وارد خونه میشه میبینه که روی میز 2 تا ساندویچ هست. همون موقع دوست پسرش ریچارد از همون با حال عجیبی بیرون میاد و نگران به نظر میرسه. سوفیا و ریچارد با هم صحبت میکنن و در همین حین صداهایی از حمام میاد که باعث میشه سوفیا ریچاردو کنار بزنه تا ببینه چیو داره ازش مخفی میکنه. و همونطور که حدس میزنید ریچارد با یکی دیگه روی کار بوده. سوفیا که شوکه شده و خیلی عصبانیه به ریچارد میگه 1 ساعت دیگه برمیگردن و باید وسایلت رو از اینجا برده باشی و خونه رو ترک میکنه. موقع رفتن کمربند لباسش بین درگیر میکنه و تلاش سوفیا برای آزاد کردن لباسش باعث میشه تا از پله‌ها سقوط کنه و پاش بشکنه. این اتفاق باعث میشه تا سوفیا به شهری که مادرش اونجا زندگی میکنه و خودش هم دوران بچگیش رو اونجا گذرونده برگرده. سوفیا افسرده است و خیلی بد اخلاق شده، اما مادرش سعی میکنه تا اونو به زندگی عادیش برگردونه. برای همین برخلاف میل سوفیا اونو به کلاس زومبایی خودش میبره تا با دیدن حرکات و آهنگای شاد حس بهتری بگیره. بعد از کلاس ما سوفیا رو میبینیم که با یکی از خانومای اونجا به اسم هولیتا داره درباره شغلش حرف میزنه. این هولیتا رو یادتون باشه تا آخر ویدیو. وقتی که سوفیا و مادرش دارن از کلاس خارج میشن، روی بورد توی راهرو اعلامیه ثبت نام کلاس آشپزی اسپانیایی رو میبینن. مادر سوفیا میگه که باید این کلاس رو ثبت نام کنیم، اما سوفیا مخالفت میکنه و میگه که به اندازه نیازش آشپزی بلده و نیازی نداره. علاوه بر اون طبق چیزی که توی اعلامیه نوشته شده برای ثبت نام باید زوج بود و 1 نفر رو همراه داشت. مادرش بهش میگه من زوجت میشم، اما سوفیا قبول نمیکنه و میره. اما ما مادرش رو میبینیم که توی کلاس ثبت نام میکنه. روز بعد که مادرش سوفیا رو بیدار میکنه بهش میگه که باید برای پات بریم ماساژ. وقتی میرسن سوفیا بهش میگه اینجا که ماساژ نیست و متوجه میشه که دم رستوران اسپانیایی هستن که مامانش میگفت باید ثبت نام کنیم. این اتفاق سوفیا رو خیلی عصبانی میکنه و با همه اصرار مادرش حاضر نمیشه از ماشین پیاده بشه. تا اینکه یک مرد جوان به اسم ماتیاس رو میبینیم که فکر میکنه سوفیا نمیتونه از ماشین پیاده بشه و سعی میکنه تا کمکش کنه. اونا به کلاس میرن و صاحب رستوران بعد از آشنا شدن با زوجها میگه که همیشه همسرم به من توی آموزش کمک میکرد، اما این دفعه نتونسته بیاد و به جاش خواهرزادم ماتیاس ما رو همراهی میکنه. سوفیا از دیدن ماتیاس شوکه میشه. حین آشپزی ماتیاس دور سوفیا میپلکه و بهش کمک میکنه. بعد از کلاس مادر سوفیا زودتر اونجا رو ترک میکنه تا اون دوتا بیشتر با هم تنها باشن و حرف بزنن و این اولین جرقه بین ماتیاس و سوفیا بود. وقتی سوفیا و مادرش اونجا رو ترک میکنن، ماتیاس به داخل برمیگرده و دختر خالش ویوانا بهش میگه از آمریکایی خوشت اومده؟ ماتیاس هم میگه نه، چون در حال حاضر با ایرینا تو رابطن. ویوانا هم میگه اون با همه میپلکه و بهتره باهاش کات کنی و با این دختر آمریکایی بری بیرون. اما ماتیاس بهش میگه که سرت توی کار خودت باشه. روز بعد سوفیا بعد از بیدار شدن شروع میکنه دنبال دانشگاه گشتن برای گرفتن مدرک ارشدش تا بتونه توی شغل مورد علاقهش فعالیت کنه. بعد از اون وقتی میخواد لباسش رو اتو کنه تا همراه مادرش به کلاس آشپزی برن، مادرش معده درد میگیره و از سوفیا میخواد بدون اون به کلاس بره. سوفیا اول قبول نمیکنه، اما بعدش یاد ماتیاس میفته و تصمیم به رفتن میگیره. وقتی به اونجا میرسه رئیس رستوران بهش میگه که اشکالی نداره و ماتیاس امروز میتونه هم تیمیش باشه. بعد از پختن غذاها وقتی نوبت به خوردن میرسه، گوشه لب سوفیا کثیف میشه و وقتی ماتیاس بهش میگه اشتباهی سمت دیگه ای رو تمیز میکنه تا اینکه خود ماتیاس وارد عمل میشه و تمیزش میکنه. بعد از کلاس اونا کمی درباره شغل‌ها و روابطشون با هم صحبت میکنن تا اینکه ویوانا وارد میشه و به سوفیا میگه ماتیاس خیلی ازت خوشش میاد. همین باعث میشه که اونا بیشتر از قبل با هم صمیمی بشن و با هم خوش بگذرونن. وقتی سوفیا به خونه برمیگرده، دوست پسر سابقش ریچارد رو میبینه که اومده تا بهش کادوی تولدش رو بده و باهاش صحبت کنه تا به رابطه‌شون برگردن. اونا با هم بیرون میرن و سوفیا میگه که باید فکر کنن. روز بعد سوفیا پیش اولیویا دوستش میره و با هم حرف میزنن. اولیویا میگه حق نداری به ریچارد برگردی و به علاوه
ماتیاس پسر جذابی و از اونجایی که اینجا موندنش موقتیه میتونی باهاش حال کنی. سوفیا به رستوران ماتیاس میره و اوقات خوبی رو با هم میگذرونن. سوفیا ماتیاس رو میبوسه و ماتیاس شوکه میشه. سوفیا ازش میپرسه دوست دختر داری؟ ماتیاس هم در جواب میگه که نه، فکر میکردم باهاش تو رابطه‌ام ولی اینطور نبود. بعد از این اونا با هم کل شهر رو قدم زدن و در نهایت هم یه داستان رمانتیک اون وسط بینشون اتفاق افتاد که من دیگه نشون نمیدم. روز بعد که سوفیا و مادرش به رستوران میرن، ریچارد اونجا میبینن که میخواد کلاس رو تماشا کنه. وقتی کلاس شروع میشه و همه داره بهشون خوش میگذره، دوست دختر قبلی ماتیاس یعنی ایلینا وارد میشه. ماتیاس اونو از اونجا میبره، اما سوفیا خیلی ناراحت میشه و بعد از کلاس به ماتیاس میگه من نمیخوام هوای دوست دخترت باشم، چون زندگیم به دست همچین آدمایی خراب شد و تو هم داری به بارسلونا برمیگردی، پس بهتره از هم جدا شیم. با وجود جدایی اما آشنایی با ماتیاس سوفیا رو از افسردگی نجات داد و بعد از اون زندگی شادتری داشت. اون همچنین هدیه ریچارد رو پس داد و بهش بر نگشت. یه روز که همراه مادرش به کلاس زومبا رفته بود، هولیتا اون رو میبینه و بهش میگه عشق باعث شده خوشحال تر باشی. سوفیا دوباره از دست مادرش عصبانی میشه که چرا همه چی رو به بقیه میگی، تا اینکه هولیتا یه دفعه میگه ماتیاس پسر خیلی خوبیه. سوفیا که برگاش ریخته ازش میپرسه تو ماتیاس رو از کجا میشناسی و هولیتا هم در جواب میگه اون نومه. و اینجاست که سوفیا میفهمه آشنایش با ماتیاس نقشه مادرش و هولیتا بوده. اون اولش عصبانی میشه، اما مادرش میگه که منم همسن تو بودم، عاشق کسی به اسم هنری شدم، اما خانواده‌ام اجازه ندادن و با پدرت آشنا شدم. برای همین تو هم الان عاشق ماتیاسی، پس برو دنبالش تا مثل من پشیمون نشی. همون روز سوفیا به کلاس آشپزی میره، اما ماتیاس رو نمیبینه. از ویویانا میپرسه و اون میگه ماتیاس داره به بارسلونا برمیگرده و علاوه بر اون با ایرینا هم کات کرد چون اون بهش احترام نمیذاشت و با همه میپرید. سوفیا از ویویانا میخواد تا اونو به فرودگاه برسونه تا بتونه ماتیاس رو قبل از رفتن ببینه. اونا به اونجا میرسن و از شانس خوب سوفیا موفق میشه تا ماتیاس رو ببینه. اون بهش میگه این شرابو از من داشته باش، هرچند دوست داشتم با هم بخوریمش. سوفیا همچنین خبر قبول شدنش توی دانشگاه مادرید اسپانیا رو به ماتیاس میگه و ماتیاس خیلی خوشحال میشه. سوفیا ماتیاس رو میبوسه و میگه امیدوار بودم که نری. ماتیاس هم به خاطر رابطش با سوفیا و از اونجایی که قرار اونم به خاطر دانشگاهش به اسپانیا بره، سفرش رو عقب میندازه و پیش سوفیا میمونه. بعد از اون ما میبینیم که سوفیا و مادرش به جشن خانوادگی ماتیاس میرن و به خوبی کنار هم زندگی میکنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. خیلی خوب رفقا، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره که خیلی به من کمک میکنه. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.